اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من. کلام ماندگاری حکیمه که به ماندگاری جهان هیچ اعتقادی نداشت. او در شهر نیشاپور در خراسان به دنیا آمده است. نام مکمل این نابغه همه دوره ها غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم نیشاپوری می باشد. یعنی نسبه اش نیشاپوری است. این از آن درنگ می دهد که این آدم زاده نیشاپور است. و خیام تخلص علمی این شخصیت بزرگ می باشد. یعنی بعضی ها گفتند که خیام یعنی این پدر عمر خیام خیمه دوز بوده است و به همین مناسبت او این را تخلص کرده است. چندان به حقیقت راست نمی آید، چرا که پدر حکیم عمر خیام یک شخص دارا و ثروتمند و فاضله بود و امکان داشت که به تربیه فرزند خودش اهمیت دهد. برای این هم وقت داشت و هم حوصله داشت. خراسان آن زمان مرکز بزرگ علم و معرفت بود و در مسیر راهی ابریشم دروازه به سوی تمدن‌های هند و چین به حساب می‌رفت. زادگاهش در شکلگیری دانش و استعداد عمر خیام نقش کلیدی گذاشت. تحصیل ابتدایی و مدرسگیش در خود زادگاهش یعنی در شهر نیشاپور گذشته است و در نزد شیخ محمد منصور نام سرور دانشمندان او تحصیل کرده است و تا 17 سالگی کل علمهای رایج در زمانش را از بر کرده است. درباره جوانیش هم خیلی اطلاع کم است. فقط همین قدر معلوم است که عمر خیام که در عهد حاکمیت سلجوقیان زندگانی به سر می برد و علمهای دقیق را به مثل فلسفه، به مثل طب، به مثل نجوم، به مثل ریاضیات را در نزد استادان خصوصی به طور خصوصی شخصی آموخته است و به درجه های بلند گوییم فراگیری این علمها او رسیده است. زمان جوانی خیام علیه ضبط‌کاری و هجوم به سرزمین‌های مختلف آغاز یافته بود. این کشمکشی‌ها او را مجبور می‌کنند که نیشاپور را ترک کند و این راه خیام را تا به سمرقند و بخارا می‌برد. سالهای جوانی خیام به عهد اول ضبط‌کاری‌های سلجوقیان راست می‌آید. وی خراسان را ترک می‌کند و سال 1070 با دعوت حاکم سمرقند ابوطاهر عبدالرحمن به سمرقند می‌رود و مدت 3 سال در همانجا می‌ماند و 1 سال دیگر در بخارا در دربار شمس الملوک قره‌خانی به کار و ایجاد می‌پردازد و سال 1075 در سن 26 سالگی با درخواست جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی و وزیر دانشمند او یعنی ابو علی حسن ابن علی یعنی معروف به نظام الملک به اصفهان می رود. صدها دلیل و ارقام داریم که در یگان دور و زمان و در یگان مرحله تاریخی غاصبان نتوانستند که بر ضد علم و دانش، فرهنگ و استعداد گذشتگان ما ایستادگی نمایند. نوابسته از آن که سرزمین را اشغال کردند، زمام دولتداری را بر دست گرفتند، اما در بخش علم و معرفت تکیه به مردم ما داشتند و ملکشاه سلجوقی عمر خیام را هم به پایتخت مملکتش دعوت می نماید. وقتی که او به وطنش برمیگردد به نیشاپور
حاکم وقت یعنی امیر وقت، سلطان وقت ملکشاه سلجوقی در سال 1074 او را به پایتخت حکومت خودش یعنی به اصفهان دعوت میکند که در آنجا با ساختن گوییم زیچ دقیق او مشغول شود و در آنجا عمر خیام 17 سال کار کرده است با منجمان خیلی توانا و مقتدر همان دوره و 5 تن منجمان مشهور که در سرچشمه ها ذکر شده‌اند عمر خیام همکاری کرده است. زمان حکمرانی ملکشاه نوروز وقت تجلیل می گردید که هنوز فصل زمستان حکمرانی داشت و این یک سال نه 365 بلکه 354 روز داشت. این نوجوری در تقویم شمسی زردشتی حاکم را به خلاصه آورد که خیام را با دیگر دانشمندان وقت برای بازبینی و مکمل سازی تقویم سالشماری جلب نماید و در رصدخانه اصفهان دوام 8 سال عمر خیام با دیگر عالمان زمان به آموزش وضع حرکت ستاره ها، آمد و رفت آفتاب و ماهتاب مشغول گردیدند. خاصه با توجه به 12 گروه ستاره هایی که شکل مخصوص داشتند توانستند که حرکت درست جرم های آسمانی را آموخته و تقویم صحیح سالشماری را تأسیس دهند. مقصد از همین اقدام یعنی تأسیس رصدخانه از اون عبارت بود که یعنی اصلاح و تکمیل سالشماری شمسی زردشتی بود. یعنی این سالشماری از عهد یزدگرد سیوم جاری شده بود و دانشمندان هیئت‌شناس اصفهان یعنی ابو حاتم مظفر اسفزاری، ابوالعباس لوکری، عبدالرحمن خازنی و میمون ابن نجیم واسطی یعنی با سروری خود عمر خیام اصلاح و تکمیل سالشماری شمسی را انجام دادند و در این تقویم مقدار روزهای سال، ماه‌ها، هفته‌ها یعنی با تمام نازکی به صورت دقیق معین کرده شد. تقویمی که خیام مرتب کرده است تا به امروز خیلی اختلافی کمی دارد با ما تقویمی که امروز در جهان استفاده میبرند. این از دانش دقیق خیام نشان میدهد و کتاب‌های هم در علم جبر و هم در ستاره شناسی و در طب و فلسفه و دیگر دارد که خیام که محض بعضی جداگانه و کاملا علم دقیق و محضش علم دقیق هست. واقعا در همین دوره علم خیلی ترقی کرده بود. در برابر علم شرعی علم های دیگر هم ترقی کرده بود، از جمله علم الجبر و متماتیک و ستاره شناسی دیگرها. تقویم جلالی که به نام ملکشاه گذاشته شده بود بر پایه آن امروز علم ستاره شناسی تکیه زده و پیشرفت تکنیک و تکنولوژی دستیابی انسانیت به امکانیت های نو درستی و دقیقی آن را تصدیق می نماید. حالا آنکه این تحولات علمی بدون یگان فناوری و تکنولوژی معاصر تنها و تنها با شعور و عقل و دانش گذشتگان ما روی دست آمده بود. غیر از این خیام در حل مسئله های کلیدی ریاضی، دریافت معماهای فلسفی، علم های مکانیکی و هیدروستاتیک پایه‌گذار و پیشگام اعتراف و شناخته شده است. اینها 3 نفر دوست بودند. یکی نظام الملک، آنه که مؤلف کتاب سیاستنامه از وزیران اعظم سلجوقیان که اداره سلجوقیان به دست او بود، و خیام و یکی دیگر از پیشوایان مذهب اسماعیلی حسن صباح گویا هر سه هم سبق بودند و قول می‌دهند که کسی اگر به منصب برسید یا دیگر را دستگیری کنند. و نظام الملک وقتی که به وزارت میرسد صدر اعظم میشود و چند دهه به نام خیام میگذارد و خیام با کمال خاطر، با آسودگی خاطر که از کسب معاش تامین معیشتش کامل بود و علم مشغول میشد و رصدخانه ساخت و کار علمی کرد. عمر خیام عالم بسیار دقیق بود در علم‌های دقیق، طوری که گفتیم در ریاضیات، در فلسفه، در طب و در نجوم کارهای خیلی جدی انجام داده است. مثلا یکی از کتاب‌های مشکلات الحساب نام دارد در ریاضیات، یعنی یک رساله دارد، رساله فی الوجود در فلسفه، دارد رساله فی مشکلات الوجود و میگویند که همین اثرش به زبان فارسی است، و دارد کتاب دیگر دارد رساله در حل مشکلات اقلیدوس، یعنی اقلیدوس یعنی اوکلید، یک متماتیک بزرگ یونانی بود، در
شرح و بست اندیشه های ریاضی این دانشمند یونانی عمر خیام اثر آفریده است. رساله فی الجبر المقابله دارد در مسئله در فن الگبر. یعنی در همه آثار عمر خیام طوری که گفتیم بسیار حکیمانه در موضوعهای گوناگون علمهای دقیق انشا کرده شدند و امروز نیز آن آثار علمیه که در ساحه علمهای دقیق حکیم عمر خیام آفریده است اعتبار دارم و از آن استفاده میکنم. حتی امروز تئورم عمر خیام در ریاضیات وجود دارد. عمر خیام در تاریخ علم و فرهنگ ما و ادبیات ما با نامهای حکیم و حجت الحق معروف است. حکیم بودن یا حکیم اعتراف گردیدن عمر خیام از دانشمند چندین ساحه بودن اوست و حجت الحق که اینها عباره عربی هست به معنای آنکه او در همه کارهای خودش در همه تألیفاتش به برهان و به سند و به دلیل یگان اشاره نکرده است یا حرفی نگفته است. عمر خیام تألیفات زیاد دارد و تألیفات بیشتری او به علمهای ریاضی، فلسفه، طب، کیهان شناسی، زمین شناسی اساس یافتند. خیام همچون پیروی ابوعلی سینا در طب و در فلسفه و در ستاره شناسی و اینها شهرت داشت، در علم جبر متمتیک شهرت داشت و واقعا یکی ادامه دهنده های افکار سینا هم هست. اگر در فلسفه و در طبش نگیریم حتی نقل است که گویا کتاب شفای سینا در قبضه در بغلش از دنیا گذشت. همینقدر سرسپرده اندیشه های سینا بود. کشته شدن نظام الملک به فعالیت رصدخانه اصفهان و پراکنده شوی اهل دانش آن باعث گردید. سال 1092 بعد از کشته شدن نظام الملک و وفات ملک شاه سلجوقی رصدخانه اصفهان بسته می شود و دایره علمی و ادبی اصفهان نیز پراکنده می گردد. حکیم عمر خیام ناچار به وطن خودش به نیشاپور برمیگردد، اما همکاران او کار او را ادامه میدهند و یکی از همکاران خیلی معتقد او یعنی عبدالرحمن خازنی این کار یک جایه آنها را به ثبوت میرساند و این تقویم را با نام زیچ سنجری به پسر ملک شاه یعنی سلطان سنجر سلجوقی تقدیم میکند و به همین باعث آن شده است که همین تقدیم او این زیچ به کتابخانه دربار پادشاه وارد شود و تا زمان ما آمده رسد. در زمان زنده بودنش عمر خیام را همچون شاعر یگان کس نمیشناخت و خود او هم دوای شاعری نداشت. تنها در آغاز عصر 13 پس از مرگش اشعار او دریافت گردیده و پیشنهاد خوانندگان شد. میگویند که ایجادکاریش تنها یکی از ملکه‌های چندمین درجه خیام بوده است که خودش هم به آن نه چندان اعتبار می‌داده است. سرچشمه های بعد از زندگی عمر خیام یا زمان عمر خیام رو می‌بینیم، در یگان سرچشمه عمر خیام همچون شاعر ذکر نشده است. شاعری که بیشتر امروز همچون شاعرش میشناسند یک هنری چندم درجه خیام بوده است و مثلا غزل و قصیده نگفته است، به کسی شاهان قصیده نبخشیده است یا مثنوی نگفته است. او فارغ از کار علمی روبایی میگفت که جنبست اندیشه‌های فلسفیش بود. روبایی که او میگفت این روبایی سرایی خودش چندان اهمیت جدی نمیداد، لیکن چون فیلسوفی بزرگ بود و ریاضیدان خیلی بزرگ بود، روبایی هایی که او سروده است از بس که بسیار دانشمند بود روبایی های خیلی بلند ایجاد میکرد، از نگاه غایه، از نگاه مندرجه و از نگاه هنری شاعری خیلی روبایی های بلند او ایجاد کرده و گوییم هواداران او بعداً پیدا شدند و آنها به جمع آوری رباعیات عمر خیام پرداختند. خود عمر خیام بازم تاکید میکنم که در هیچ جا گفته نشده است که او رباعیات خودش را تنظیم کرده باشد یا اینکه گوییم یک مجموعه از رباعیاتش مرتب کرده باشد. از اون که خیام خودش نوشته هایش را جمع نآورده است و در دوران زنده بودنش هم نفری به این کار مشغول نبود، امروز تعداد دقیق رباعیات خیام معلوم نیست.
خیام شناسان میگویند که زیاد مصرع‌هایی هستند که به خاطر پیدا نمودن شهرت به عمر خیام نسبت داده شدند. اما با تحلیل وزن و مضمون چنین مصرع‌ها را میتوان از فهرست ایجادیات او بیرون کرد. درباره شخصیت خیام شاعر و رباعی‌های متعلق به وی هنوز هم بحث‌ها خیلی ادامه دارند و محققان مقدار رباعی‌های خیام را به طور گوناگون، یعنی از 76 تا 1200 عدد حساب کردند و بعضی محققان و علاقمندان رباعی‌های شاعر کوشش هم کردند که رباعی‌های خیلی خوب، یعنی سرای خیام رو از میان تعداد زیاد رباعی‌های منسوب به او جدا بکنند. امروز در ادبیات شناسی ما نه تنها ما بلکه ادبیات شناسی ایران و جهان رباعیات زیادی به خیام نسبت دادن. اما در اصل ببینیم اگر در تاریخ ما چندین خیام ها گذشتن، حتی در همون اصلی که خیام زندگی میکرد تا 4 خیام داریم. یکی خیام عمری خیام نیشاپوری است، دیگری خیام بخارایی است، با چند خیامان دیگر هستند. در خود ایماز حدشون بعضی نومشون عمری خیام بوده است، اما این خیام جدا است. حالا تعداد یا مقدار رباعیات عمری خیام تا 1000 عدد رسیده است که البته همه آنها از اون عمری خیام نیست. من یک چیز را هم گویم که از عصر 13 2 مجموعه این رباعیات به نام عمر خیام به ما رسیده است. یکیش در سال 1207 یعنی آغاز عصر 13 مرتب شده است که آن حاوی یا در آن 272 رباعی وجود دارد و یکی دیگرش در نیمه عصر 13 یعنی در سال 1257 مرتب شده است و در آنجا 172 رباعی عمر خیام ذکر شده است. لیکن ما گفتن نمیتونیم که همه آن رباعی ها طوری که حاضر گفتم از آن حکیم عمر خیام نیشاپوری باشد. رباعیاتی که به خیام نسبت میدهد مانند خورشید اسپیری بی زوال عشق است، مرغی چمن خجسته حال عشق است، عشق آن نبود که مثل بلبل ناله هرگاه بیرون ناله عشق است. اینا مال خیام بودن میتونه، هیچ به اندیشه خیامی نزدیک نیست. این کسانی بودن که گفتم خیلی گذشته که چاپون نشنه بود خط دستخط میکردن، بسیار رباع به نام خیام شهرت یافته است. وان دیگران که گفتم میتونن که بسیاری یکی زیر دیگری هم هست. و از نظر من خیام رباعیت اصلی خیام همونه که اندیشه قوی فلسفی دارد، علمی دارد، مونم درباره خلقت و درباره دیگر درباره غنیمت دانستن امور اینها. زان می که شراب جاودانی است بخور، سرمایه عیش این جهانی است بخور، سوزنده چو آتش است لیکن غم را برنده چو آب زندگانی است بخور. این هم هیچ به اندیشه عمر خیام سازگاری ندارد. عمر خیام مثلا اسرار ازل را نتودانی و نمان وین حرف معما نتوخانی و نمان هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برفته نتوانی بینم. این رباعی حتما از ذهن حکیم عمر خیام بیرون آمده است. اگرچه شاعری هنر چندمین درجهش بود، ولی مصرع‌های گفت که او را در عرصه جهانی همچون رباعی‌گوی فوق‌العاده معرفی کرد. گذشت 100 ساله ها موقعش را در ادبیات جهان مستحکم تر کرد و محققان میگویند که دانش‌های بلند فلسفی و علمیش باعث شد که رباعی خیام تخیل و مضمون و محتوای خاصه داشته برخورد هزاران هزار مسئله و موضوعند. همون اندیشه‌ای که در خیام از این طرف حافظ و تا شاعران معاصر میبود از رودکی سرچشمه میگیرند. اما خیام همین اندیشه رو گرفت در مضمون علمی جا کرد، فلسفی جا کرد. بزرگی خیام هم در همین و یک بزرگیش آن است که هرچند شاعر دعوای شاعری نداشت اما شعرش خیلی پایی قوی وی دارد. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی چگونه گور بهرام گرفت. می سنتی تیناج داد. بهرام شاه ساسانی، شاه 4 ساسانی گور شکار میکرد. گور یک نوع آهوی است، نخچیر است، نخچیر شکار میکرد و آخر مرگش میگه بعد می نخچیر دوید و در دنیا گور غلطید و مرد. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی چگونه گور بهرام گرفت. یعنی سنتی تجنیس و سنتی همچنان به کار میبرد که در کمال شعر گفته شده است. این هر یک شاعرم دست نمیدهد است و همین است که در برابر دانشمند قوی در ساحه فلسفه و در ساحه طب و اصطنام دیگر بودن،
خیام شاعرم بود. ولی دانستم که هنری شاعری هنری چندینی خیام است، یعنی یک مشغولیتی فارغ از علمی که خیام است. ولی با وجود همین خیام امروز در جهان تمدن بشری همچون شاعری بزرگ رو به سرا شهرت دارد که رباعیاتش در همین 4 مصرع مضمونی قوی علمی دارد. زیاد خوانندگان و محققان ساحه را بررسی مسئله‌های می و شراب و استفاده این کلمه‌ها در ایجادیات عمر خیام سر میز محاکمه و اندیشه آورده است. خلدان‌ها میگویند که با داشتن هوا و اندیشه و افکار خاصه خود با استفاده از این کلمه‌ها خیام کلاً موضوع دیگر و مسئله دیگر را مورد محاکمه قرار داده است. ببینید در رباعیات خیام مفهوم‌های باده، شراب خیلی زیاد به کار می‌رود. باده خیام اون باده عرفانی که مثلا در ثنایی است و در عطار است یا در مولوی یونانی، یعنی باده عرفانی وحدت نیست. خیام هیچ عرفانی یا صوفی هم نبود. و اما مرادش از باده اون باده معمولی نیست که همه را به شراب نوشی دعوت کرده بود. در رباعیات خیام باده این روح انسان است، روح آزاد انسان است. و چه خیلی که وقتی که این با همین یک شعر، بزرگی شاعر همین است که همین چیزایی که گفتنی هست در قالب بدیعی بیان می‌کند. از همین مفهوم اسطوره می‌سازد. مثلا باده و شراب در شعر در رباعیات خیام با اسطوره است، یعنی درجه کمال تصویری است. در رباعیات اصیل خیام نه ایده از رباعیات واقعا الحاقی که به او تعلق میکنند. همین موضوع ما اندیشه، نوع اندیشه و گفتگو از فلسفه هستی و عموما مقصد وجود انسان می باشد و موضوع اساسی رباعیات عمر خیام این اندیشه و تفکر یک دانشمند می باشد. نظر و نگاه خیام به این دنیا و پیامدهای آن کلاً دیگر بود. زیر اندیشه علم هر رویداد را تحلیل کرده و پی دریافت هزاران معمای انسانیت بود. گویا در سرش هزار چرا این و چرا آن میچرخید که همگی فلسفه آن را رباعیات ایجاد کردهش فراگیر بود. به هر موضوع برخورد و نگاه خاص خود را داشت. اندیشه های سرگردان خودش را در بعضی رباعیاتش او ترنم کرده است. و ببینید ما گفتیم که اسرار خلقت را او میخواست فهمد اما نفهمیده است. همین ایده ها، همین اندیشه ها با اندیشه های یک شاعر بزرگ غزلسرای دیگر حافظ شیرازی خیلی نزدیکی دارد. مثلا حافظ هم میگوید که وجود ما معمای است حافظ که تفسیرش فسون است و فسانه. یعنی حافظ نیز روی همین موضوع، یعنی اسرار خلقت درباره هستی شناسی فکر کرده است که اما به نتیجه بیم در خور فکر خودش آن چیزی که خودش قانع شود به آن رسیده نتوانسته. عمر خیام نیست همین خیلی است. آنان که محیط فضل و آداب شدند، در کشف علوم شمع اصحاب شدند، رهزین شبی تاریک نبردند برون، گفتند فسانه و در خواب شدند. یعنی همه عالمانی که روی بیم هستی شناسی، روی بیم خلقت، اسرار خلقت فکر کردن به جای نرسیدن. بنابراین همین مسئله رو یکی از مسئله های مکتوم یعنی پوشیده می‌شود عمر خیام نیشاپوری. خیام اگر ببینید آگاه‌تر از همه بزرگان ما هست. اگر بعد از بوعلی سینا بگیریم، او با صوفیگری عارفی اینا پایبندم نیست. یک شخص کاملا آزاد است و همین است که اندیشه هاش خیلی باجرأتانه، همون اختلافاتی که در مذهب دین ها بود او را با بادی طنز میکشد و خودش نه که یک در یأس و حرمان است، چون که نمیداند که از کجا آمد و کجا رفت است. جبر و اختیار و دیگرها که در همون مدرسه ها بحث میشد، خیام را با طنز میکشد، مسخره میکند. ببینید جای دیگر میگه قوم متفکرند در مذهب و دین، قوم بگمان فتاده در راه یقین. یعنی اگر بعضی هستند دانشمندان که متفکرند، دانشمندند در راه مذهب و دین، کارهای زیادی کردن و بعضی بگمان دارند که برای یقین افتادن.
دیگه میگه که میترسم از آن که بانگ آید روزی ای بی خبران راه نه آن است و نه، یعنی راهی تیم دیگه نودرزت راهی نداره. از این میترسم. میگه که همین شما در راهی خطا هستید. همین که ببینید حافظ میگوید جنگ 72 ملت همه را عرض بینی چون دیدن حقیقت راه افسانه زدن. زمان عمر خیام عارفانه و آزاد می نویست و اندیشه می راند که فضا و هوای دور طلبات کلاً دیگر داشت. خاصه در حال ترغیب ارزش‌های دینی خیام دید و نگاه خود را نسبت به آدم و عالم بیان داشت که پس از مرگ او و دریافت و پیشنهاد گردیدن ایجادیاتش نوگانی دیگر واردی ادبیات گردید. زمانه سلجوقیان بود و زمانه خیلی مذهبی بود، جامعه مذهبی بود و در آن زمان در عهد سلجوقیان اساساً به علمهای شرعی توجه کرده میشد. عمر خیام در بیان نمودن مسئله ها خیلی اندیشه میکرد و آنها را خیلی پرده پوشانه بیان میکرد و این کار رو کرده میتوانست چون خیلی شخصی دانشمند بود. عمر خیام نه تنها توانست که اندیشه و افکار خاصه خود را که در پی دانش‌های علمی به میان آمدند آزادانه بیان نماید، بلکه تاثیرگذاری نمود به ادبیات دیگر ملت‌ها، خاصه مردم عرب. پس از گذشت 100 ساله‌ها امروز بیشتر و بیشتر اهمیت و موقع گفته‌های عمر خیام در ادبیات خلق‌های علاهیده و ادبیات جهان احساس گردیده ایستاده است. ببینید همین ادبیات کلاسیک ما بیشتر تاثیر از عرب برداشت، اما ادبیات عرب از خیام تاثیر برداشته است. همین روبایی که خیام سروده است در ادبیات عرب نبود، با تاثیر روبایت ادبیات فارسی در ادبیات عرب پیدا شد، روبایی پیدا شد. عموما در جهان معاصر عرب روبایات عمر خیام مورد توجهی هم مترجمان و هم محققان زیاد قرار گرفته است. عرب‌های معاصر او را ولتر شرق نامیدند و تا امروز بیش از 90 ترجمه های معتبر را از روبایات عمر خیام عملی نمودند و علاوه بر این پژوهش های ادبیات شناسان معاصر عرب دایر به عمر خیام و روبایات او زیاده از 300 عدد تالیفات و تحقیقات را در بر میگیرد و عرب ها در قسمت های گوناگون عالم معاصر عرب مثلا از عراق و بحرین و فلسطین تا سودان، لبنان، اردن، الجزایر بر روبایات عمر خیام حسن توجه ظاهر کردند. چیزی دیگری که قابل توجه و مورد آموزش قرار گرفته است این زبان نوشته های خیام است. هر مصرع ربایی حکیم با زبان نوبی تاجیکی تالیف شده و امروز هم برای علاقمندان خیام در کشورهای فارسی زبان این گفته ها فهما و دیده دراست. یعنی در تمام گشت های تاریخی نابغه های ملت حفظ کننده زبان تاجیکی بودند و زبان تاجیکی در نوبت خود پایدارنده ارزش های تاریخی ملتی ما بود و است. خوشبختی ما همون است که او با زبان ما گفتند. ببینید قریب 800 سال 900 سال گذشته است ما خیام رو با همون چیزی که گفتند امروز میخوانیم میفهمیم، هر یک تاجیک میفهمند. امروز مثلا انگلیس‌ها شکسپیر با لغت خوندن فهمیدن نمیدونن، یا روس‌ها پوشکین درست فهمیدن نمیتونن تا لغت در کار کنن ببینن. اما ما رودکی 1000 و چند سال گذشته است، خیام بگه 800 900 سال گذشته است، به هیچ میفهمیم. این خوشبختی است، این بزرگی زبان هم هست که هزاران سال بی تغییر آمده است امروز. و خوشبختی هر یک تاجیک هم هست که یک نماینده ملت او در جهان شهرت دارد. واقعا ادبیاتی که ما داریم، شاعرانی که ما داریم هیچ یک ملتی ندارد. اینا به هیچ یک ادبیاتی رو با ادبیات ما مقایسه کردن نمی‌شود. نوشته های عمر خیام برای نمایندگان ادبیات دیگر ملت ها هم پس از گذشت سالها شهرت آورده است. خاصه ترجمه ربایی های او با زبان انگلیسی در عصرهای 18-19 هم در فضای ادبی اروپا تحولات آورد و هم ترجمان آن را شهرتیار و ثروتمند نمود. بعد از آن که خیام را یکی از شاعران انگلیس خیام را مضمونا ترجمه کرد به زبان انگلیسی و وقتی که اندیشه‌های خیامان در همون ترجمه آزاد یک شاعری خیلی باید بگیم شاعری اونقدر هوسکار بود در همون وقتی جمعی مردم بخونند بخیر سال میافتند و بعد ناشر در اروپا که پیش رفته بود این عصر 18 این طرف بعد
وقتی که مردم روش میبینن کتاب چاپ میکنن، یک شاعری مفلس و یک ثروتمند بزرگ میشن. ببینید یک بزرگی خیام ببینید. ترجمان هایی که در اروپا به زبان های مختلف اروپایی رباعیات خیام را ترجمه کردن، اینها ادوارد فیتزجرالد، رومر، تاردوف، ژوکوفسکی، کنستانتین چایکین، روزنفلد و دیگران میباشند که به زبان های روسی و انگلیسی و فرانسوی رباعیات خیام را ترجمه کردند. در روسیه نیز خیام از آخرهای عصر 19 معروف است. نخستین ترجمه روسی 18 رباعی شاعر منسوب به قلم شاعر روس واسیلی لوویچ ویلیچکا که سال 1894 نشر کرده بود تعلق دارد و اولین تحقیقات عاید به ایجادیات یعنی بدیعی خیام در ادبیات روس سال 1897 چاپ شده است که به قلم خاورشناس نامی واسیلی اندریویچ ژوکوفسکی تعلق دارد. واقعا هم که نابغه بود. دهها اسرار علم را بازگشایی نموده و در پی درک بیشتر انسانیت و پیدایش بود. فلسفه هر نقطه روزگار و گشت‌های زندگی را می‌خواست درک کند و میراث برای نسل‌ها گذاشت که راه را به آموزش‌های بدی هموار و روشن نمود. عمر خیام 4 دکبر سال 1131 در نیشاپور درگذشت. نظامی عروضی سمرقندی میگه در سال فلان میگه در بلخ بودم و دیدم که در محله میگه برده فروشان و در خانه میگه یکی از امیران با نام ابو سعید چندین فاضلان جمع آمده بودم، در میان آنها حکیم عمر خیام و حتی امام عمر خیام میگوید، حجت الحق عمر خیام نیز آنجا حضور داشت و من در خدمت آنها بودم. ببینید یعنی او عمر خیام رو زنده دیده است و از صحبتش برخوردار شده است و در آنجا گویا عمر خیام گفته بوده است که اگر من از عالم درگذرم میخواهم که بهاران هر بهار روی قبر مرا باد بهاری گلفشان نماید. بعد از 4 سال این میگه حادثه من رفتم به نیشاپور به وطن میگه عمر خیام و عمر خیام رو جویا شدم، گفتن که از عالم درگذشته است و رفتم میگه و قبر او را زیارت کردم و دیدم که میگه در یک کنج باغ قبرستان او خاک شده بود و از اون طرف قبرستان میگه از پس دیوار باغی بود میگه و یک شاخی میگه درخت مرود و شاخی درخت زردالو چون بهاران بود میگه به طرف قبرستان گذشته بود میگه و روی قبر عمر خیام رو گلپوش کرده بود. میگه من این وضعیت رو دیدم و گفته های حکیم عمر خیام به یادم اومد، میگه بریقت آمدم و فاتحه کردم و رفتم. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، به این حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست در پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتاد نه تو مانی و نه من. از آن که سر اندیشه و افکار آمد، جویای هزار معما بود. اسرار ازل را میلی دریافتن داشت و فلسفه و مراد از آمدن و رفتن را میخواست درک کند، ولی با همین اندیشه و رازهای ناگشوده جهان را ترک کرد. انسانیت باشد فلسفه آمد و رفت خیام را از او بیشتر درک کرد، زیرا این نابغه برای نسل‌ها علم و میراث گذاشت. معماهای ریاضی را کشود، دهها مسئله های فلسفی را باز نمود و زمینه مستحکم را برای ستاره شناسی گذاشت. بالاخره چهره تابناکترین ملت تاجیک در علم بشری گشت. برای خود خیام باشد خلاصه مهمی عارفانه و شاعرانه این باقی ماند که از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جلال و جاهش نفزود و از هیچ کسی دو گوشم نشنود کین آمدن و رفتنم از بهر چی بود.